حقیقتی که متاسفانه توسط این آخوندها از مردم دور نگه داشته شده، توحید و یکتاپرستی در حج هست. اینا از مراسم حج خیلی میترسن، به هر بهانه حج و عمره رو تعطیل میکنن به خاطر گرم کردن بارگاه ها و مراقد خودشون. و در موقعی هم که شما حج برید با کاروان هایی که از طرف حکومت ایران اداره میشه، کلا این مدت 10 روزی که شما در مکه و مدینه هستید، این 10 روز، این جدول 10 روز شما رو طوری تنظیم میکنن که شما به عبادتتون، به نمازتون، به تفکر در بیت الله الحرام، در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم نپردازین، بلکه همیشه در زیر نظر همون آخوندهایی باشید که طبق برنامه‌هایی که تنظیم میکنه سازمان حج و زیارت و هدف اصلیشون دور نگه داشتن زائران ایرانی از توحید و یکتاپرستی است. لحظات پیش در مورد نماز صحبت کردیم، گفتیم که شعار نماز چی است؟ الله اکبر. بین هر رکنی که شما منتقل میشید الله اکبر میگید. در حج شعار حج چی است؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. این شعاری که شما در بین منتقل شدن از یک رکنی به رکن دیگر، در حرکت از منی به طرف عرفات، از عرفات به سوی مزدلفه، از مزدلفه به سوی منی، این شعاری است که شما در چند روزی که در ایام حج هستید این شعار رو هی تکرار میکنید. این شعار میخواد توحید رو در وجود تک تک حجاج بیت الله الحرام نهادینه بکنه، همین توحیدی که در حج هم آخوندان نمیگذارن که مردم بوی از این توحید ببرن. این شعار رو ترجمهش رو نگاه بکنید. لبیک اللهم لبیک. احمد جان این قسمت رو اگر که لطف بکنی نشون بدی که ببینن دوستان عزیز، این شعار حج هست. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. حاضرم پروردگارا، به خدمت حاضرم، حاضرم شریک نداری، به خدمت حاضرم، به درستی که هر گونه ثنا و نعمتی از آن توست و پادشاهی نیز از آن توست، شریک نداری. ای ذکر میشه که لا شریک لک، لک الملک لا شریک لک. ای این تکرار میشه، پروردگارا تو شریک نداری، پروردگارا پادشاهی است تو، پروردگارا هر نعمت و فضلی که تو عطا میکنی از طرف تو است، حمد و سپاس تنها برای تو هست. این شعار بنیاد آخوند رو نابود میکنه. به خاطر همین میلیاردها سرمایه گذاری میکنن که با ساختن برنامه های نمیدونم جلسه با روحانیون و جلسه فلان و جلسه علان و امروز برید بیسه و امروز برید فلان و امروز برید اینجا و امروز برید اونجا، مردم رو دور نگه دارن از اون فلسفه توحیدی حج. حج سراسر درس توحید است. از شروعی که شما تلبیه میگید، احرام میپوشید، به منی میرید، به عرفات میرید، بر میگردید، طواف میکنید، ذبح میکنید، یعنی همه این اعمالی که شما در حج انجام میدید، همه اینها توحید و یکتاپرستی است و آخوند میخواد که شما از این توحید و یکتاپرستی به دور باشید. به خاطر همین است که در کتابهاشون مبارزه با حج با کعبه، امام زمان هم که میاد کعبه رو خراب میکنه. آخوندها رو ببینید، زیارت قبر امام حسین 1 میلیون مرتبه بر حج افضلیت داره، زیارت قبر فلان امام 1 میلیون مرتبه بر حج و بر زیارت کعبه افضلیت داره. همه این دسایس و توطئه‌ها به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما را از توحیدی که در حج هست دور نگه دارن.